Sidreden gitti götürdü hemen. Bir kaza oldu o demde. خانم زیلون شما هستید؟ منم قماندان. دخترتان کجاست؟ مادر جان این چیست پسرم؟ یک زن اینو فراموش کرده است. تنی بجویش گذار. برده میدیم خرسان میشود. احمد پسرم. خواهر جان شما فراموش کرده. نه مادر جان نجاده مادر جان نه اینجا نه من یک رفت هم خیلی بایدون بیدم خیلی بود صدوی تفهم چی بود کجای رو تفهم دم برادرم چی واقع شده است؟ چی گپ است؟ تو با رو با کجا گذاشتی کچه؟ چرا هم با ما در بچه نترکید؟ من از کجا میدونم سینو؟ همه آماده شود خیز کچه مسجد را آتش میزنیم. همه آدمانی در مسجد بوده هلاک بشوند سینو. با فکرم تو مرا نشوریدی کچه. رفتیم همه از پس من. همه جا را کفتیم. دختر در خانه نیست قماندان. تری گپ زنید دخترتان کجاست؟ من نمیدونم قماندان. شما را دستگیر میکنیم. او را برید. اطاعت رفتیم قماندان. راه گردید زودتر بیایید زود باشید. راه گردید. چرا ایستاده؟ این خدا چی گفت؟ چی؟ از روشنی میترسید؟ بلا زنگان ها کیستان چرا ایستاده؟ زودتر پرانه یک چیز را نمیکنم. یا آفرین سلامت باشی. آیا تو هر روشنی آمدی؟ کچه با خدای کچه کچه زود باش. کس گفتم اما چه دوجو میکنیم زودتر زود بس نون. چی واقع رئیس چی شد؟ شما همتون اکوازو رو خورده. چرا سیلو باید در اینجا میگرده؟ سربازان در دهن زود از این دارده. فهمیدم از اینجا میروید کچه زودتر. بی عقل ها. مرحمت قماندان مرحمت. خانم زیلا گناه ندارند. خواهش میکنم او رو نبرید. با سلاحداران همکاری کردنش را اعتراف نمود. اگر سلامتیش خوب نباشد یک چند روز مهلت میدهیم. بیماریش جدی نیست. لیکن این کار رو برای دخترش رو نجات دادن کرد. این رو همه میدونند. بله راست. میدونید خانم زیلا انسانی خوبند. وظیفه من او را به دوستان سپردن است. آن طرفش را سود فرمید.
بگناهید میدونم. شما رو پرسش نموده جواب میدهند. خالای زیلو سرتان رو بردارید. گریه نکنید. برای چی گریه میکنم نمیدونم. برای شرمنده شدنم یا برای دخترم را نجات داده نتوانستنم. شما شرمنده نشدید خالای زیلو. شما مادری میباشید که برای فرزندانش جانش را فدا میکند. انشالله برفین هم نجات مییابد. برفین را نجات ده پسرم. او را صاحبی کن. او به تو او خواهرت حساب می شود. برفین را صاحبی کن. رفتیم بچم. اطاعت خماندان. بیاید رفتیم. خانم زیلا. خانم زیلا. بیچاره زمان رفتیم میرویم. آگاهید. صدقسız. خالای زیلال حیاتشون رو سوزاندن. طرف بعدی کار رو فکر نکنید. خالای زیلال رها مییابند. هممون بیگناه بودنش رو میدونیم. لازم شود ما نیز ضبط بیانات میدهیم. برفین چی؟ سربازان او را نیفتند. با فکرم از ده رفته است. شاید باز به نزد سلوهداران رفته است. او هم حیف شد. او حالا جوان است. بسیار هم دختر دل صاف و با تمکین بود. نمیفهمم چطور به دامی آنها افتاد. او را زهرالود کردند. با داروهای دادهشان ماینه سری او را خراب کردند. رزیلان. رفتیم. زینب با تو چی شد؟ زینب چه شد؟ زینب خیلی انسانی من با شما خلیتر آموزاندم. پرنده بلوناش برداشت. با من بیا کچه کنی مشق بلونو دوام ده. من اومدم قماندان. بدیهاتون رفتی مجده؟ با خبرگیری مادرم رفته بودم. مادرت سلام گفته بیا. فکر کردی از تشکیلات نکوریزی؟ من چیکار کردنم رو نمیدونم. اکای سینان عقلم در جایش نیست. من رو ده بده. من میروم به نزد جناب سبا میروم 2 نفر را جرزان. این ابله را باید به نظارت نماند. فهمم سینان. سلاحت در کجاست مجده؟ گم کردم. نخواد سلاح را گم کنی اصلا. چرا گم کردی؟ برای سلاح را گم کردن از میکشم. سینان بزن. فقط رو از دختر نبرا. کچه من میروم. جناب سبا مرا انتظارم. او هم با من میرود. کنی رشته رو راه کرد. کنی بچه ها با بیرون برای خلال نرسون. خدای توبه سلامتیش خوب بود. با او چی شد دکتر؟ خواهد نشوید آقای حامد. فشارش پس شده است. سببش حادثه های روزهای اخیر به سرش آمده است. به خود میباید. شما خواهد نشده به خونه هاتون روید. مایلش خوب. طاهر
تنها نگذار. تو رو تنها نمیگذارم زینب. هیچگاه تنها نمیگذارم. مرا تنها نگذار. خوش آمده جناب. ناراحت نشو. شین. برای تو یک وظیفه بر اومد. در دست یک خواهین دارم. این خبر رو نزدیک در همه جا پهن میکنی. یعنی تشکیلات قربانی میکنند؟ خیلی خوب. این خیلی خبری خوب میشود. انشالله. جناب مرا جه زدید؟ سینان آمده ایستاده است. عزیز رو دستگیر کرده در یگانجا محکم کنید. این خیانتکار همانجا مرگش را انتظار شود. اطاعت جناب. اکنون رو. خوش. گرسنه نیستی؟ نه سلامت باشه. نه. حالت خوب است زینب؟ تشکر زیاد طاهر. اکنون من روم. بشین زینب. با تو صحبت کردن میخوام زینب. اگر در خصوص خانه دار شدن باشد این موضوع رو محکم کردیم طاهر. نه زینب، من با تو خانه دار شدن میخواهم. میدانید اگر خانه دار شدیم چی میشود؟ یک قسم حیاتتان رو برای زنده ماندن من صرف میکنید و بوی میدهید. قسم دیگرش رو باشد پس از به خاک سپاردن من با غم و اندوه میگذرانید. شما این رو تصور کرده میتوانید؟ شما چی کار کردنتان رو نمیدانید. از این دیگر روید، مرا فراموش کنید. کسی دیگری رو یابید با خانه دار شده فرزند دار شوید. خودتون رو نسوزانید طاهر. مرا فراموش کنید. من چی کار کردنم رو میدونم زینب. زینب خوبی دخترم؟ خدا را شکر که با پا خیستی. ما را سخت ترساندی دخترم. خوبم پدر، با فکرم کمی خسته شدم. باید استراحت کنم پدر. میلش با بالا برآمده استراحت کن دخترم. رو. السلام علیکم آقای حمید. و علیکم السلام دکتر. با شما صحبت کردن میخواهم. با خیر است دکتر، مرحمت. من عرف و عادت شما رو نمیدونم، برای همین نمیدونم از چی سر کنم. من با زینب خانه دار شدن میخواهم. عزیز چی گم است؟ چرا داد میزنی؟ چرا به کار نرفتی؟ عزیز رو میکشند. تو چی گفتنت رو میدانی؟ آدمانی سبا میویند بیا عزیز از اینجا گرسنه وگرنه تو رو میکشند. تو چی صاف صدا میداری از اینجا؟ جنابی سبا برای چی مرا میکشند؟ با قریبی با تو باوری دارم گفته بودن. با خدا بوگوشای خدا رو شنیدم. در نزدشان یک مهمانی ناشناس بود. جنابی سبا با او صحبت میکرد. بعد به این بود گفت که عزیز رو در یگانجا محکم کنید، همانجا مرگش را انتظار شود. چیزی میگویی؟ بله. یک دم از من سلاحم را گیرم. زودتر عزیز، آنها حاضر رسیده میرویند. ایسا با کجا میرزونی؟ عزیز ایسا همون کجا میروی؟ ایسا گفتم
چرا این کارو کردی طاهر؟ دخترم، من دکتر رو شخص جدی حساب نمیکردم. باور نمیکردم که با تو خانه‌دار میشود. لیکن او در حقیقتا به تو نیت خانه‌دار شوی دارد. من با طاهر خانه‌دار شدن نمیخواهم پدر. من با او صحبت کردم. آمده از روی رسم آینمان تو را خواستگاری میکند. پدر، من خانه‌دار شدن نمیخواهم. زینب، قرار را من میبرارم. نمیخواهم گفتم پدر. دخترم، هم نمیخواهم میگویی و هم در خوابت نامش را میگیری. آخه تو هم او را دوست میداری، پس چرا نمیگویی؟ زینب، توی میشود. زینب، دخترم، ایستا. زینب، دخترم، در را کجا صحبت میکنی؟ مشورت میکنی؟ زینب، در را کجا؟ در را کجا زینب؟ در را کجا میگویم؟ اما کیزه یاری دی جوانم رو میکشم. اما خدا جانم بیسم و قرارش رو برآورده از خطی چه اکنون یکم کار کردن نمیشود. جناب سینون می آید. ساکین سرده مرا دوشم وای خوش آمدی پهلوان. خوش آمد. خیانتکار در کجاست؟ مرحمت به درون داره. گذارید از پس من آید. جناب خاکی پایتان شوم جناب. عزیز را نکشید. خواهش میکنم دور کنه. گیره دورا گیر. عبدالله نکشید. اف کنید جناب. بیدی چو میکنم بردار. جناب التجا میکنم مرا نکشید. جناب مرا نکشید. خواهش میکنم جناب. راست بشی پایم. گیره دورا. ایبان روزنامه نگار را بیار. حاضر جناب. جناب خواهش میکنم مرا نکشید. روزنامه نگار چی لازم جناب؟ او همش را ثبت میکند، هم برای ترغیبات تشکیلات و هم برای ترسانیدن خائنان تشکیلات. یعنی یک راهی ترساندن. بله. بیا روزنامه نگار بیا. لبای جناب. با قتل رسانیدن این خائن را پناهوار میگیری. احمد سر کنید. رویم را پناه کنید. مجده گردمیز. التماس مرا نکشید. شما هم رویتان را پناه کنید. مجده تو هم. خاکی پایت شما التجا میکنم. آماده ای ابله؟ آمادم. خیلی خوب. پناهوار میگیرم جناب سبو. سینام مرا نکشید. مرا بنوار نگیر. اوی ابله من با تو گفتم که مرا بنوار نگیر گفتم نگیر. این قربانی برای خائنان و جاسان در تشکیلات بوده درس عبرت شود. نکش سینام، نکش مرا سینام این کارو نکش مرا. ایست واقعا پیش مرا نگیر. احمق تو مرا مسخره میکنی. ایستا سینان او حق است. پیش او را نگیر من ثبت کنم. شد فهما مرا نکش سینام. نه پران التجا میکنم مرا نکش. ایست با چی شد؟ خونالود شد. فهما اکنون آماده ای ابله؟ تیار شدی؟ تیارم. مجده رویم را کشا. ایباد لبای جناب. این خائن را برده یکان جای دور پرتوید. برای او قبر حیف است. رفتم. راه گردید. ها واقعه های در اینجا روی داده در بینمان مانند.
با این دهه اصلا آمدی ما رو هم نمیدونی و نمیشناسی فهمو؟ ما سرچشمه خبرهای ما رو پنهان می‌داریم جناب سبا. با من نگر اگر یگان کس فهمد این آخرین خبرت میشود خارستمان. خب به فکر مدامی باوری ناگ مینمایی. فراموش نکن از این نوار نسخه های زیاد میخواهم. وای چی بود؟ چی میگویم دیویدی فهمون؟ البته جناب. وای اینجا بیا. امر نمایی جناب. او رو نازکک احتیاط کنید. خوب شده است جناب. خیر میلش برای کار. او رو از کجا یافته جناب سبا؟ یکی از روزنامه‌نگارانی که به دهه آبی کلان آمده است. ما را نفروشد. نمیفروشد. او خیلی نام برآوردن میخواهد. پول را خیلی دوست میدارد. خبرش را از آدمون گرفتم. نمیفروشد. پروا نکن. فهمو اگر با ما یگان کار نداشته باشید و قرارگاه برگردید. حالا ایست شتاب نکن. با تو گفتنیه دارم. برادر از عهده ترکاندن این مسجد نبرآمدنت سردارانمون را ناراحت کرده است. اگر خواهید برای اصلاح خطاگیم به دهه هجوم کرده دکتر را صبر کن سراسیمه نشو. دکتر نمیشود سینون. دکتر نشود پس معلمه را آخر او را باید به ما میسپاریدند. عصبی نشو. او را البته به ما میسپارند. اونو میبینی. زینب دخترم در را پوشا. خاندار نمیشوم گفتن از چرا در میدارد. روید روید از اینجا. نخود دختر برآمده با شما صحبت کند. ای بس شما روید من با صحبت میکنم. نه ینگه بکشاید چاره دیگر ندارد. زینب شما کاردار نشوید. گفتم که من به عبرت میزنم. مایلش ینگه شما با او صحبت کرده چی در داشتنش را فهمید. من میروم خیر. زینب پدرت رفتن. در رو کشو دخترم. با تو صحبت میکنیم. کنی بیو اینجا شین دخترم. جانکم شیرینکم خوشرویکم. زینب جان در دستی من به بایه رسیدی. تو و آیشه برای من یکیت. گرچنده نگویی هم دختر رو دوست داشتنت رو میدونم دخترم. کسی نیست که او رو دوست ندارد. انسانی خوب است. پاک وجدان است. از او جوانی خوبترین نیست. میدونم دخترم. خیر میلش فرض کردیم که او رو نمیخواهی. که اویل دور میشوی. وقتت هم رسیده است. همی خیل میگردی. ینگه من خونه دور نمیشوم. دخترم چی ها میگویی؟ برای چی اویل دور نمیشوی؟ چی تو رو باز میداره؟ کنی با من سببش رو گوی. چی شده است؟ گوی زینب من به جای مادرت هستم. اگر یکون مشکلی داشته باشی گپ زن دخترم. حاضر اون چیزی که به شما میگویم هیچ کس نباید فهمد ینگه. میلش دخترم. من بیمارم. دخترم نامزدت دکتر است. تو رو تبابت بیماری من درمان ندارد ینگه. من سرطان. هر لحظه مرگم رو انتظار شده. آیله دار شده نمیتوانم ینگه جون. بیماریم رو ساهر هم میدونم. نمیخواهم که از روی دلسوزیش با من خونه دار شود. اکنون برای خونه دار شدنتون هیچ مانعی نمانده است. ببینیم زینب چی میگوید. مادامی که امک حمید راضی باشن زینب هم راضی میشود. بینم هممون میدونیم که اون نیز به شما عاشق شده است. به قریبی در ده همانتون میشود انشالله. انشالله دیلو. مبارک شود آقای طاهر. تشکر.
وای دخترم اینجا در درون. چه واقعی اما که حمید؟ با خیر است آقای حمید. دکتر راست است که زینب بیماری سرطان است. جواب ده، بگویی که دروغ است. بگویی که زینب بیمار نیست. چرا خاموشی دکتر؟ چرا خاموشی؟ شینید آقای حمید شینید. جواب ده. بیایید شینید. جواب ده. شینید. بیایید اما که حمید. مرحمت. بیایید شینید. آروم شوید. جواب ده دکتر. گوی که بیمار نیست. متاسفانه او بیمار است. زینب وقتی در شهر بودنش به این بیماری گرفتار شده است. برای روزهای آخر حیاتش را نزد شما و دادرش گذراندن به ده برگشته. تا اونی که زنده است به ده خدمت کردن میخواهد. گوی که بیمار نیست. دکتر او باز چقدر عمر میبیند؟ این رو تنها خدا میداند. اما که آقای حمید با شما چی شد؟ خوبید؟ خوبم. خدا را احتیاط کنید. زینب دخترم زیق نشو جانکم، زیق نشو. خودت میدونی که به تو زیق شدن ممکن نیست. دارو دارم یانگا جان، استعمال میکنم میگذره. خواهد مایلش حاضر برایت آب میارم. یه جانکم. زینب دخترم. پدر زینب شما چی شد؟ اکای حامد با شما چی شد؟ رافع آقای رافع هر جناب سلام. بهار شده است. کمی سیر و گشت کرده تا به اینجا آمدم. یک بار خواستم خاطر رسان کنم که وقتی بردن معلمه رسیده است. جناب سبا بیایید شرطنامه ما رو دیگر کنیم. من در شما کسی دیگر رو دهم. اگر خواهید امیر رو میدهم. چی گفته؟ تو این طور میگویی، لیکن من نمیشود میگویم. گوش کن رافع، نزدم آمده برای دخترت زاری و تولو کردی. و عوضی دخترت معلمه رو میدهم گفتی. مصلحت کردیم. التماس با من کمی دیگر مهلت بده. مهلت نیست. یا معلمه رو میدهی یا اینکه دخترت میمیرد. تقریبی برای معلمه را بردن میآیم. خیر چو خوکی پایتون شوم اما کسی کن گوید عزیز رو با کجا بردن. جهتدش رو چرا با من نمیدیم؟ باور کن نمیدانم خدیجه. کاش از دستم یگون کار می آمد. عزیز رو با کجا برده؟ کشترت باز نبود که جسدش رو هم نست کرده. ظالم‌ها. جسد نیست، رود اینجا. او را برده پرتافته. ایدار نکنه داخل. گوید که جسدش رو در کجا پرتافته. شوهرت به تشکیلات خیانت کرد. با فرمان جناب جزایش را دادم. برای این گونه آدمان قبر حیف است. رو نزدم. خیز رو دخترم به خانه اقرب. از دستمون کاری نمی آید. نه خود بکفن و دومو جلوتر هم. حیوان است مگر. آه سبا، خدا جزایت را دهد سبا. اینش بود که باشد.
اوه جناب خوش آمدید مرحمت دارید. خیر است رئیس. آمدنی مرا فهمیده از خونت میگویید. نه جناب این طور نگویید. اگر آمدنتون رو میدونستم تیاری میدیدم. مرحمت جناب دارید. لازم نیست. من سراسیمم. همینجا میشود. مرحمت خوش آمدید. من هم خودی حاضر به نزد شما رفتنی بودم جناب. تو بیگم بالا نمیایی. جناب تلفن رو گوش میکنند. خواستم به خودم به نزدتون روم. خانم زیلا رو میدونید، مادری برفین را. وای همان زنی که ریش مانده به تشکیلات همراه شده بود همان رو میگویی؟ مردا از او خلاص شدیم. چخل مور جناب کی را گفت؟ او زنده است، نجات یافت. چی؟ همین صبح سربازان برای به تشکیلات همراه شدنش او را دستگیر کرده بودند. نخواد در عملیات خوب بود. حتما شما را هم دیده است. دشمنی تشکیلات است. از کارهای تشکیلات با خبر شده است. اگر چیزهای دیدهش را با سربازان نقل کنند. راست میگویی. من یک گذشته این زن رو کافت و کد میکنم. در هر کجایی که نباشد او از ما خلاص نمیشود. راست جناب راست. قماندان از جایبش قرآن افتیم. فهمو میتوانی برای اطاعت. شینید. بگویید که خانم شما مسلمانید. این چه سوال است قماندان؟ الحمدلله هممون مسلمانیم. مادامی که مسلمانید نمیدونید که تشکیلات بدین است. من این را نمیدونم قماندان. لیکن من با تشکیلات هیچ علاقه ندارم. پس چرا با تشکیلات همراه شدید؟ به خاطر دخترم قماندان. با دخترتان چه شده است؟ دخترم در دستی سلاحداران است قماندان. پس شما چرا با آنها همراه شدید؟ برای دخترم را نجات دادند. چرا دخترتان با کوه برآمد؟ یک دشمنی خونین ما او را زنی سیم کردن خواست. از او گریخته به دستی سلاحداران افتاد. آنها باشند به دخترم دارو داده عقلش را تیره کردند. میدونید که مثل دخترم صدها جوانانی دیهمان را فریب داده مجبوران به کوه بردن. همه آن جوانان فرزندانمان دادر خواهرانمان حساب می شوند. سلاحداران برای ما هموطنانی فریب خورده همان به حساب می روند. شهروندان این کشورند. اگر شما آمده در وقتش آنها را صاحبی میکردید حالا دخترم همراهی آنها نمی بود. قماندان من نیز با تشکیلات علاقه ندارم. برای دخترم به کوه برآمدم. غیرت کن باز هم. غیرت کن. کوشش کن. او را بسیار آدم نبستینا. کوشش کن. کوشش کن. کوشش کن. جزای گریختن همین است. سخت عذاب میکشی. از این بدتر میشوی. سینور چه گپ است؟ مژده کچه آماده شوید. آماده‌ام سینور. با فکرم کسی را دستگیر کردند. این ابله را از کجا یافتید؟ او را در پایان دیدم دستگیر کردیم. تو کیستی؟ من روزنامه‌نگارم. در اینجا چی میکابی؟ یا اینکه از جانت سیر شده ای؟ من به دهه آبی کلان میرفتم. یعنی به دهه آبی کلان رفتنی بودی ها؟ برو کابی. آیسته باز نشکند. نجام گفتم. نجام بابلا نجام. سینا این چی است؟ کنگوی ها؟ این چیست؟ جواب ده ابله جواب ده. چرا این رو همراهت میگردانی؟ این رو چکار میکنی؟ جواب ده احمق. برای کشتن یک نوبکار. کی را کشتن میخواهی؟ کی را کشتن میخواهی؟ گپ زن. سینا گپ بزنی یا نه؟ سینا مگر این دکتر نیست؟ در روزنامه چاپ شده است. بله برای کشتن طاهر آمدم. نخواد. خدایا چرا طاهر را کشتن میخوایی؟ از این آدم انتقام میگیرم. اگر شهری کلان برای آدم کشتن آمدی این جسارت را بینیده؟ هیچ گپ نه ها؟ در درون باز با هم گپ میزنیم.
اول شکمت را سیر کن. مجده لبای سینون با مهمان خوراک ده. خوب شده است. با من بیا. رو خوراکت را خور. شما باشد چیز چاره او را جمع کنید. آبا سینون زودتر باشد. سینان کچه چیگر؟ چرا با اون معامله خوب کرده؟ جناب سبا نمیخواهم که دختر را به قتل رسانیم، لیکن اگر او کشد به ما گپ نمیرسد. از کجا معلوم که او راست میگوید؟ حاضر همش را معاین میکنیم که چه. آقای حامد چه حال دارید؟ به من چی شد دکتر؟ دلتون شما رو سخت آگاه میکند که زیخ نشد. خودتون رو احتیاط کنید. دیلو با آقای حامد سوزنده رو گذارم. منش آقای طاهر. زینب پدرم چه حال دارند؟ بهتر شدند. با آن کس چی شد؟ دلشون زینب دلشون. آخر او صحت بود. یک و یک باره به او چه شد؟ خدایا توبه. غم و اندوه. آقای حامد از این پس باید خودشون رو احتیاط کنند. بیماری دل خیلی خطرناک است. من میتوانم پدرم رو ببینم؟ البته. من هم دیدن میخوام اپا جان. بگذار اپا تنها داروید. پدرتون رو راحت نکنه میلش. خدا خواهد پدرت شفا میباشد. تشکر دیم پدر جان. پدر جان خوب هستید پدر جان؟ خدا را شکر خوبم دخترم. سخت خباتی شدیم پدر. سبب بیماریتون غم و اندوهی زیاد بوده است. با شما چی شد پدر؟ چرا اینقدر غم میخورید؟ زینب دکتر تو را خیلی دوست می‌دارد. با او خانه‌دار شو دخترم. آقای حامد شما چیزی گفتید؟ طاهر ما میتوانیم پدرم رو به خانه بریم. حالا کمی استراحت کنند بدتر میبریم زینب. و این چی راست؟ بلا زند این ناممکن است. ثبت نشده است. من چی طور این کارو کردم؟ ای خدا صاحبش خون شد. بکار درو بلا زند. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. پیسرم تو حتی جنازه هم نکردیم، قبر هم نداری. پیسرم بابا جون باش من چی شد؟ عزیز خلیچه بخش تو منت آب بیار. عزیز چه گپ شد یانگا؟ احوالی مادرت بد شد، برایشان آب میبرم. پدرت چی حال دارم؟ احوال پدرم هم خوب نیست، اما که رضا او رو بردم. شوهرت از دنیا گذشت. تو اکنون چیکار میکنی خدیجه؟ خودم تنها چیکار میکردم؟ به خونه مادرم میرم. تو این طور میگویی لیکن آنها تو رو رفتن نمیگذارن. برای چی؟ شوهرم مرد، من بیوه موندم، آنها منو دیگر چیکار میکنن؟ تیر رو فاش نکن، لیکن تو رو به دادن شوهرت میگم. تو چی میگویی؟ آنها عقلشون رو خوردن؟ نمیدونم و با این روزی نمیشه. تو دیگر علاج نداری خدیجه. خودت میدونی در اینجا عادت همین است. چیزی که گفتم غم و اندوه به شما ضرر دارد. حالا باشد یک چند درو میدهم، آنها رو البته استعمال کنید. علی آب میاری؟
حاضر میارم آقای دکتر. خدا از تو راضی باشد دختر. دکتر بیچاره در دهه یگان کس ندارد. پس از غیب زدنی بابای ابراهیم تماما تنها موند. راست میگویید خالای گلی. بابایم آقای طاهر رو پشتیبانی میکردم. حالا باشد تنها موندم. گوش کن زینب، اگر تو با دکتر خاندار شوی پدرت او را صاحبی میکند. پدر و عمکت او را پشتیبانی میکنند. نخواست که او را تنها گذاری. آخر تو او را دوست میداری. دخترم رد نکن، راضی شو. دوست داشتد رو چرا تنها میگذاری؟ راضی شو دخترم، با او خاندار شو زینب. پدرت هم خوشبختیت رو بیند، او را هم فهم. هر یک پدر خوشبختی دخترش رو دیدن میخواهد. همین طور دلو. من چی گویم خالای گلی؟ شما حق هستید، لیکن قرار رو باید زینب بگیرم. خوش دخترم، چی فکر داری؟ کنی بیانگر بگوی. مایلش ینگه، هرچی که شما خواهید. آفرین دخترم. انا این گپ دیگر. دیلا از خورسنده میگیریم. تو رو تبریک میکنم. زینب راضی شد. خدایا شکر میگویم تو را. خدا چرا پس بازگو شکر میکند؟ از عطای حامد پرسید. چه شده است حامد؟ بخیر است؟ بخیر است اکا، بخیر است. به نزدیکی توی زینب می شود. دکتر آماده شو. بگاهی آمده زینب را از من خواستگاری کن. مرحمت. تشکر. دکتر با تو چی بدی کرده است که او را کشتن میخوری؟ بینمون دوای خونین است. هرچی که شما فرمایید جناب صبا. کچه چی شده است سینان؟ به دهه آبی کلان رفته. رافع را یاب. او معلمه را به تو میسپارد. او را گرفته به قرارگاه چند بیار. نفر هم گیرم. خدا تنها رو هجوم نمیکنیم. کار کرده معلمه را به اینجا بیار. لازم شود مسلم به تو کمک میکند. روزنامه نگار. بله. اینجا بیا. چیز چهارت را گرفته مرا برا به مقصدت میرسی. کچه تو را به دهه میبرد. از آن دکتر انتقامت را گیر. او را میکشم، نصف میکنم. کنی رفتن از قسم بیار. آفرین. رو کجا؟ داروی من بده. اکنون برای دکتر و معلمه ساعتهایی به شمار مانده است. برای چنین روز یگان لباسی ندارم. اینجا دیگه است. لباس اهمیت ندارد. شاید زینب اهمیت دهد. غیر از این بگو برای من خیلی مهم است. راست میگویید. انا اینش میشود، اما اون رو در زمال کردن نکن. من در زمال کردن میورم. تشکر دیلو، تو بهترین دوستی. خدیجه بیا شین دخترم، شین. شوهرت هم مرد، تنها موندی. ما قرار دادیم که تو را با فرهاد خانه‌دار کنیم. خوبه جون این طور نگوید او برادر شوهرم است.
او با من هم برادر حساب میشه. عرف و عادتمون همین است. چیز و چارت رو جمع کن کلین، پگاه از اینجا میرویم. خدا جان، من اکنون چیکار میکنم؟ چیزای آوردم رو با پوزبون سپوریدم. رفته از اون میگیری. اگر یگان چیز دیگر لازم باشد گپ زن. حلوا میخواهم. با من حلوا بیار مایلش. ها مایلش فهمیدم. باز یگان چیز دیگر لازم؟ نه تشکر. فهمیدم. چرا مرا به حبس خانه میبرید؟ تا برآمدن حکم سود در اینجا میماند خانم زیلاب. مایلش خدا مددگارتون. نامتان زیلال است. چیکار به تشکیلات زیر برای چند بار گفتم به او خورا نده. به خدا که دیگر نمیکنم. تشکیلات کتاب‌های نو فرستاده است. میدونم. همین که زنها آمدن تقسیم کنید خوانند. جزایش را دادم. دیگر حتی در سرش فکری به تشکیلات زید برآمدن را نمی‌کند. برید. او را برید. تا عقلش به جایش نآید به او خوراک ندهید. کنی درآید. زودتر. این را جناب صاحب فرستادند. آماده شوید. یک خائن را پیش روز میگیریم. خواهش جناب صاحب. خدا مددگارتون خواهد. خدا راضی باشد دخترم. السلام علیکم. انا اینجا گذارید. تشکر دخترم. به دستی ما افتادی. دستگیر شدی. میدونم دخترم، لیکن من به این هم محبوسم. به دستی تشکیلات افتادی. هرچ کی آفتم گرفتم. ما این رو هم اینش رو بده. آقای دکتر هم آمدن. خوش آمدید آقای. کلی بریم آقای دکتر. مرحبا. امروز دکتر نیست، امروز داماد است. امروز شستن باید گل میوردی الدو. من؟ آقای دکتر من در این ده گل رو از کجا میابم؟ آقای دکتر شما غم نخورید، اینجا آقت ما دیگر است. بله در ما گل نمیدیند، اما بینید برچه داریم. هر روز برچه را میدیم. نامش گل است، نامش را من گذاشتم. من رسم آیین شما رو نمیدونم، کمک میکردید؟
راست کمک میکنیم البته. اینها برای چی لازمند؟ طرف عروس شربت می‌آورد و با ظرف‌های برده ما همه را مهمانداری می‌کنند. آن طرفش خوب می‌شود. خواطر نشوید. لازم نیست. شما را زحمت دادم. رفته برادران. تو نمی‌آیی دیلو؟ خب باش من اینجا مانم. در این روز خورسندی مرا تنها نمی‌گذاری. حالا روزهای خورسندی زیاده در پیشن. بازار نه هم رو خورسندی میکنی. گریه کردی دیلو. من از خورسندی میگیرم آقای طاهر. تشکر دیلو. آقای دکتر زودتر میرویم بینه برچه هم حتی بساخت شد. رفتیم برادران زودتر راه گردیم میرویم. آقای طاهر زودتر باشید میرویم. این چیه دیلو؟ اونها با کجا میروند؟ آقای طاهر برای خواستگاهی زینب میروند. نه خود پدر دخترم از دست دواگران خونینمان گریخته به دست تشکیلات افتاد. من باشم از پس او رفتم. شخصانی گفته‌تان را باشد نمیشناسم. ما را مجبور نکن. حالت بد می شود. گپ زن و رها یاب. دخترم شما خطا میکنید. گفتم که من آن آدم ها را نمیشناسم. و خدا برای دمت رو گیر. تا راستش را نگویی برای تو خوراک نیست. این لعلی را بر. تا من نگویم به او خوراک نمیدهی. و کی گفتم بر؟ مالش هرچی که شما فرمایید. گاب زن ادوا وگرنه از گرسنگی میمیری. خدا که من برای دخترم به کوه رفته بودم. مکتوب رو من مسینون میدیم. مرحمت مجده. با تو راه سفید. تشکر. سینون خزید. چی گپ شده است؟ آرام خواب کردم نمی شود. خطکشان اومد برای شما مکتوب. خطکشان؟ چه مکتوب بوده است؟ خبری بد است آقای سینون. مرکز مرا بگاه دیدن میخواست. برای چی؟ کاری مسجد را تمام نکردیم. شاید برای همین باشد. آن را از بنیامین برارن. کچا و همش تو گناهکار. راه ده. هوا تاریک نشده باید به بهار رسید. وای خدایا. راه ده. جای دکتر همینجاست. راو نترسیدم. خاطر نشم. تو با من نمیایی؟ من به این کار دخالت نمی کنم. فرمان چنینه.
ببخشید شما رو ترسانیدم. با من دکتر طاهر لازم. بیهوده انتظار نشوید. آن کسی بیگاه نمی آیند. من باید طاهر را ببینم. شما بیمارید؟ نه از شهر اومدم. دوست نزدیکش هستم. خواستم را خرسند کنم. التماس مرا با نفسش برید. معنیش رفتیم. ببخشید ممکن است چیزی چرا را اینجا مانم؟ البته نمید. مرحمت. تشکری زیاد. انا در همین جایم. تشکری زیاد. شما میتوانید روید. شبی خوش. شبی خوش. مبارک شود مبارک شود مبارک شود. آقای حامد میتوانند دیگر چاره نیست. بله آقای حامد راست میگوید. توی را هم می‌دارندم. خدا خواهد خرید توی را من به عهده میگیرم. بله انشاءالله. بله پولش را من میارم. چی میارید؟ همین خانه دارشوی آنها نمیرزید. اینها که یک جای شدن کی میداند به سرمان با چی بالاها را میآرند. و خدا شما توی خودم باشد. آقای دکتر خدا وقتی تصدیق بیا هم دیگر موافقه. به همتون تشکر. شما رو زحمت دادم. بیخیل نگوید دکتر. در نزد خوبی هایتان این هیچ است. بله خیلی برادران بیایید برویم. آقای دکتر پیش از توی باید استراحت کنم. سلامت باشید. سلامت باشید. شبی خوش. شبی خوش. مبارک شود آقای دکتر. بار دیگر مبارک شود. خدا وقتی تصدیق بیا. دکتر من آمدم طاهر. تو؟ برای با تو حسابم را برابر کردن آمدم. مرا چی در روزنامه ها عکست رو دیدم طاهر. یک دکتر فداکار در دهه دوردست بوده است. همه روی اصلی تو را خواهند دید. تو خواهرم را کشتی. من تو را میکشم. دکتر تو کیستی؟ احمق با من چی میخوایی؟ کنی؟ مگر نمیپرونم. پرسا میگویم. تو کیستی بگویم؟ دور شوید. میپرونم. صداحت را پرسا میگویم. میپرونم. تو را میکشم. ایسته چون شما بقیب دیوانه شده یه کیستی نابکار صبر کنه. آقای رئیس دکتر را داشت میخود میبرده. دکتر را میبرده رئیس ایسته داخل. یک فهمیم چیست چی میخواهد؟ های برادر از جانت سیر شده ای. چرا در این جاها سیلا با دست گرفته میگردی؟ پیش درو ما با خانه تا روید. آقای دکتر خیر است آقای دکتر. خدا نگه دارد. خوب هستید؟ آقای دکتر بخیر. خوبم. آقای دکتر خدا توبه. و این دکتر چی شد؟ نمیدانم کمی ناتاب مینماید. شاید کمی ترسیده باشد. Apay zilor. Apa khizit.
زینو اپا خیزت خوروک آوردم اپا آب خوزی اپا خیزت اپا آب آوردم خیزت چطور میکنی ها؟ خیلی از جایم با چی هم کاری میکنی گابزن من جاسوس نیستم با خدا که جاسوس نیستم من از چیزی خبر ندارم تنها با خود نمیدونم تا نگوی راستش رو گوی مقصدی با تشکلات همراه شدن چی بود ها؟ گابزن چی بود؟ گابزن یگان چیز گفت؟ نه اما زیاد طاقت کردن نمیتواند از دستی من چی رهایی افته است لازم خواطر نشم من کاردار نمیشوم خودت میدانی همین که به جاسوس بودنش قائل شد مثل دیگران میمیرد ها پیش از مردنش اعتراف کردنش را به نوار گرفته و همه قرارگاه ها فرستید بگذار به همه خائن ها عبرت شود اطاعت زازم خواب نمیکنی کلیشش نشو نتوانستم پدر او را کشتن نتوانستم قصاص خواهرم رو نگرفتم من انتقامم رو میگیرم پدر میگیرم کفزده شد بیار برادر خوب هستی؟ خوبم تشکر برای تو چه آوردیم؟ دستتون درد نبیند مرحبا شید کو گبزن برادر تو با این دختری ما چی دعوا داری؟ کنی بگوی؟ آن لعنتی در وقت جراحی کردنش خواهرم را کشت خواهرم خیلی جوان بود در نتیجه یک جراحی خوردک خواهرم را از ما ربود لعنتی اکنون من او را میکشم من خطا نکردم بیمور با عیب من نبرده بود اسفان ها رو نتوران اینجا چی کار میکنی؟ با فرمان جناب سبا برای بردن معلمه آمدم آقای رفه چرا اینقدر زود آمده؟ کمی صبر کنه دخیر امروز باید معلمه رو برم روز بخیر احمد جان برای چی آمدی زینب؟ برای خوراکی برای چه آمدم خب مایلش معلمه رو به خانه مسلم فرستا وگرنه دخترت میمیرد آقای طاهر آقای طاهر آقای طاهر آقای طاهر
آقای طاهر در رو کشوید. آقای طاهر کشوید. برای همش تشکر زیاد. دقت باش. ها به من گوش کن برادر. تو میخواهی دکتر را کشی، اما این آسان نیست. سیلهاداران خیلی کوشش کردند اما کشته نتوانستند. این دکتر و مثل گربه است، همیشه با 4 پایش میافتد. فهمیدی؟ از دست من رها نمییابد. کنی بینیم از اودش نبرآمده باشی یا اینکه نه. خیر برای کار. دکتر با کجا؟ با خدا این دیوانه دکتر رو میکشد. در حال رفته به حامد خبر میرسونی که برای دامادش چاره اندشد. همینطور. البته به دکتر رو با تو چی؟ تو چرا دخالت میکنی؟ به سرت بلا خریدن میخوایی؟ کنی بدرون درا؟ درا بدرون درا. امروز از خانه بیرون نمیبرایی. فهمه؟ خدای توبه، در درون است و درون نمیکشاید؟ بله اماکی امید، من رو دیده پرده رو پوشاندن، حیرون موندم. به نظرم کمی ناتوب نمودن. کمی پیشش آمده بود. دیشب شخصی سیلهادار به دکتر هجوم کرده است. دیروز بگوهی از شهر یک دوستشون اومده بود. اگر سیلهادار بیگانه باشد پس همان است. خدایا توبه، اون آدم کی باشد رفته فهمیدن لازم. بخیر است اکای حامد، با کجا می روید؟ بخیر است انگه، بخیر است. به نزد داماد رفته می آید. شما بیمارید؟ خواطر نشود انگه هیچ چیز نمی شود. شود هم دامادمان دکتر است. همین طور نه انگه. راست میگویید. طاهر پسرم در افشا. آقای طاهر آفرین، آن همین موضوع رو در دفترهایتون نویسید. خوش، شما هم نویسید. آفرین. امروز درست را خوندی؟ شما هم نویسید بچه ها. آفرین آفرین. وظیفه رو تیار کردی؟ تیار کردی؟ بله. آفرین. امار جان شما با اینجا نمی آمدید؟ یگان واقعه شد؟ وای زن مسلم از تو درس گرفتن میخواسته است. همون زن او بود؟ بله. همین که درسم رو تمام کردم زود میروم امار جان. با شما چی شد امک؟ خوبه؟ خوبم. با فکرم شما چی مشکلی دارید؟ یا اینکه بیمار شدید امک؟ نه خوبم. بیا دخترم رفتیم. بیا چی شد؟ یک دستمونه داشتم تیلویی بود، آن رو فراموش کردم. شما رفته انگیرید، من از پستون میایم. ما تو انتظار میشیم دخترم. رفته گیر. زود. نزدیک استید. برابر شو. راست شو. برابر شو. من گوش کنید. در نبودنم سردار مژده است. فهما کسی به فرمانم اطاعت نکند وای بر حالش. مرا فهمیدید؟ مژده اینجا بیا. گوش کن مژده.
اگر من بر نگردم قماندان کیچه است فهما؟ چرا بر نمیگشته؟ مرکز شاید مرا جزا دهد. چی بودنش را نمیدانم. میلش با دقت باش. مرا فهمیدید. تو با من بیا. کنی همه از پسی کن برقنده شده. زودتر برفین مرا سر ده من روم. چه میگویی ها؟ چه میگویی؟ کنی رو از دستم تو حالو همه رو نشناختی برفین. ما انجک دیهاییم. من آیشه دختری روسته. خودم گفت زده ایستوده ای ارا گفته من یکم رو که رو ننشنوکم. بس کن چقدر گریه میکنی؟ گفتم که آیشه رو میارم تو گفت رو نمیفهمی. بله میدونم میارم گفته بوده. بس آخر گریه نکن. من برای آیشه نمیگیرم. من برای دیگر چیز میگیرم. خدایا توبه حاضر تبم خیر است. مرا به قدم نار. گپ زن چرا گریه میکنی؟ میگویم اما کسی نباید فهمد. ایلش گپ زن زینب بیمار است. سرطان است. چی؟ سرطان؟ تو چی ها میگویی؟ عمرش کم مانده است. جوان است. خدا مدد کند. خاک بر سر من. حامد در خانه نیست. در کجاست؟ به نزد دکتر رفت. آخر با این طور نشستن پسرم کار بود نمیشود. کنی دردت رو گوی. حل میکنیم کمک میکنیم. من در نقطه طبی میشوم آقای طاهر. رو دخترم رو. آبا کنی داماد دردت رو با من گو. شنوم. اهمیت ندهید. چیزی که به خاطر آوردن نمیخواهم. چیزی که نباشد با آن شخصی نوآمده علاقه دارد. با سلاح به تو هجوم کرده است. گوش کن داماد ما هم سلاح داریم. کار را این طور نمیگذاریم. دانسته باش. من با سلاح کار ندارم آقای حامد. حامد زود باش. شده است که چی جان زینب در خطر است. چی؟ شما چه میگوید؟ چه خطر؟ با زینب چی شده است؟ دخترت به دام سلاح داران میافتد حامد. اکا شما از کجا میدونید؟ دام را من گذاشتم حامد. برای جان دخترم را خریدن. دخترت را به تشکیلات فروختم. در کجا برای زینب دام گذاشتید؟ باید به خانه مسلم رود. سلاحداران او را از همانجا می‌دزدند. زینب حالا در کجاست؟ نمیدانم. شاید به خانه مسلم رفته باشند. رفتیم داماد. کنی خز میگویم بیدار شو. مادر جان بیایید خوراک تیار است. برفین برو
بخیر است مادر جان. گویا ما رو تا حال ندیده باشید. ها راست. گویا ما رو ندیده اید مادر جان. راست میگویی. جواب میکنم. کمی بیدار شو. این چه خوب کردن بوده است؟ با کی میگویم؟ بیدار شو. با کی میگویم؟ چی؟ یاریدیه بیهوده داد نزن. یاریدیه کسی با تو کمک نمیکند. چی جرأت میکند کسی با کاری من بینی خلاند؟ بینیش رو میبرم. گشتم این بازی هایت را بس کن. کلی زودتر گفزن گفتم. برای چی کار میکنی؟ همراهانت کی زده؟ چی میگویی؟ گفزن آخر. خیلی دختر چی خیلی دختر آخر او را میکشی. با کاری من دخالت نکن. یا گب میزنی یا میمیری. در محکمت رفته است. رفتیم. اون خونه در کجا بود؟ کنی گفزن پاسبان. اگر خبر دیگی هم تو و هم دخترت میمیرید. فهمیدی؟ غمشین. ده نگاه کن. خوب نگاه کن. اینها هم مثل تو هن. از 50 نفرشون 39 تاشون را کشتیم. تو را هم میکشیم. قبول کن وگرنه تو هم بر از اینها میروی. من جاسوس نیست. نه ها نیست. در کجا بود؟ زودتر آقای حمید. آقای حمید با شما چه شد؟ خوبید؟ من خوبم. تو رفت زینب را نجات دید.
با فکرم همینجا. خوش آمدید خانم معلمه. مرحبا ببرید. گپزن نگویا. خدایا توبه. شوهرم زنده است. چی گفتی؟ بس کن. برداره. خیز. با نوار گیر. دخترت در دست تشکیلات است. اگر گپ نزنی و این نوار به دست تشکیلات افتد دخترت میمیرد. مرا فهمیدی؟ مایلش گپ میزنم. به نوار گیر. گرفته ایستادم. من جاسوسم. برای دولت کار میکنم. دیگر گفتنی ندارم. به جای قتل بری. خیز. مرو سردی. سلام. شما کنتم میخواستید. خیلی خورسند کنتم. ما تو رو انتظار معلم. شما کسی. راهگر نگویم. اومد نبرو راهگر. ایست نگویم. ایستو. با من نزدیک نشم گفتم. ساده نگویم. گفتم که کاردار نشو دکتر. وگرنه هر دویتون را میکشم. راه از اینجا برو. راه از اینجا. اکنون تو میمیری. آروم شو. آروم شو. پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.